الو. الو. سلام علیکم. علیکم سلام. شما ساز هستید؟ خوبید؟ سلامتی تشکر. خوب؟ اکای سلمان، ما همین پیش از صحبت کردن خط شما میخوام یک شرط بندیم. خب اول اینکه ما وقتی که سخن میکنیم سخن ما رو نبرین، خب. تا آخر گوش کنین. اها. چه سوالی که میتین سوالی ما رو تا با پررگی جواب دید و چه سوالی که شما دارید ما اومدیم که جواب دهیم. فقط یعنی که آداب معاشرت اینجا رعایت کرده می رعایت شود کرده شود و در برابر شما سوال جواب گپ داده میشه. ما رو مثلا برای نبرین. خودت نمیشه که خودت 3 ساعت فقط گپ زنی، جای لازمه ده من استاد میکنم سوال جواب میتیم میشه. شما همین گوش کنین اکا. شما بله. گپی ما رو نبرین. من شو گپ تو آخر گپ زنم. شما گپتون تو آخر گپ زنید من گپ شما رو نمیبرم. نه 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 اصلا نیاز به بریدن و چی نه. فقط وقتی یه جای ده حرف میزنی من برای دلیل مثال میارم باید در همونجا همه جواب تی بعد بحث ادامتی میشه. الو. بله بله فهم من شما داره گوش کنین اکا. بفرمایید داخلی بحث میشین. مرحمت خود را معرفی میکردیم داخل بس. یا نیاز نداریم. من علی مردانوف سمیر، خب زاده ناحیه حصار آها از جمهوری تاجیکستان. بسیار خوب. من شهروند وطن دوست جمهوری تاجیکستان. این برنامه شما رو پای واسه تماشا میکنم. خان تاوزه لایک فراموش نمیکنی. نه من راستی گپ حیران میشم در همین شما. خب همین برای شما برادر شخصا برای شما چی نمیرسد؟ سوال بدین. برای شما چی نمیرسد؟ وقتی که من همین شما رو میبینم گویا که آها من باوری دارم که شما در همین آسوی در همین جمهوری تاجیکستان زارین. شما آرزو میکنه که هم جمهوری تاجیکستان بیاین. خب برای چی؟ برای چی؟ با فکر ما که شما همین طرف قومی هم خیلی استفاده میشوین. مثال از طرف کی؟ یعنی با فکر نداره. فکر جر من با فکر من که خود دختر هستی مثال میگم قبول میکنی نمیگی من بچه هستم. نه با فکر نمیشه اسناد و دلیل خطی گپ زدم. شما از طرف کدام یگان تشکیلات یگان گروه های استفاده مرحمت معرفیش کن. با فکر گفتم که اینجا با فکر گپ نزن برادر. دلیل فکت اسناد خطی بیا. همین از طرف گروه مبلغ گذاری میشه خیلی در از طرف کدام گروه؟ ما اسناد و دلیل کدام گروه؟ خاص گروهی هستن که نسبت جمهوری تاجیکستان غرض‌ها دارن. بگو شوخی خوک دستر همون گروهی که غرض داشت بگو نمیشه کدام گروه؟ آخه گروهی که اكو اون نامش تو میدونی خیلی مبلغ گذاری. وقتی که نمیدونی برای چی میبروی میگی که تو از طرف کدام؟ من میگم که تو از طرف رستم رحمانوف مبلغ گذاری میشوی قبول میکنی؟ الو. تو چی فکت چی دلیل داری؟ بعد چی فکت و چی دلیل داری مرا میگویی؟ فکت دلیل ما میدونی چیه؟ خب فکت دلیل ما گپ زنم تا. خب فکت دلیل ما همه که خود در دولت خارجی ام. خب در اونجایی که همه چیز قدر قیمت قدر نرخ نو قیمت در دولت خارجی در شرایط پیش زندگی میکنی. خب یک قدر تکنیک و قدر چیزی فرهام تر کی مبلغ گذاری میکنه؟ مطمئن باش که در دولتی که من قرار دارم بعضی از چیزهای زندگی از تاجیکستان دیده ارزان تر است. باور میکنی؟ نه تا یک جا تو گوش کردم سوال مرا جواب ده. اینا تا سوال. خب همین تا هم مبلغ یک جا میوی یک جا کار میکنی ولی که تو با فکر شخصی من نه یگون جا کار میکنی. با گفتم که در اینجا فکر نبیار. با میگم که در اینجا فکر شخصی رول بازی نمیکنه. من میگم که با فکر شخصی من که تو یک زنک هستی مثال در چهره مردک گپ زدی میگی تو دیوانه است مرا چی میگی؟ مثال میگم بسو این مثال است. مثال برادر شرط فراموش نکن گوش کن. آقا تو اینجا تهمت کردی. تهمت در حق ما کردی. تهمت کردی. ما سوال دادم که تختگم نکن. ما همین خودت برای 10 تا دیگه بیار مطمئن باش سوال میتونم جواب میتونم بسیار تو میکنم. مطمئن باشین. لیکن در اینجا تهمت رو بازی نمیکنه. با فکر من که شما از کدام گروه برای چه افسانه های حکومت باور میکنین حرفی ما رو باور نمیکنین. گوش که همین خلق تاجیک خودش میدونه که شما کیین چیین برادر. گوش که گپ مرا من نه یگون کس مرا مبلغ گذاری میکنم. من هیچی من یک شهروند عادی ام. من شکرانه خدا که در همین جمهوری تاجیکستان زندگی میکنم. گوش که برادر صلح امنیت برادر همین من باور دارم که تو یک قانون تو یک قاعده را ویران نکنی یگون کس در کار نداره. عمود نواری که پیشتر من موندم بسو کارگری گمرک
تا 1 میلیون دلار دزدی غارت کرد برای چی زندان نشده است؟ گوش که برادر سوال جواب ده. کدام از همین دولت؟ سوال بیرون نرو. رحمانوف که- در جلسهش بلندش کرد، خانه‌های دزدیش گفت، ماشین دزدیش گفت، مبلغ‌های خارجیش گفت. برای چی زندان نشد؟ ای برادر آه. گوش که تعمیر رحمانوف میگه فقط در زبان نه انا که جورا آدابی تو گوش سخنه کن. بیرون من- نبرور. تو برای من من- شر من- گذاشتی. من- مردک من- کال داره، زبان نه. داره. سوال جواب ده. سوال جواب ده. بیا جواب سوال ده. جواب آها. ده گوش که برادر بله. امیر رحمانوف میگه نه خیلی میگه امیر رحمانوف نبود که تاجیکستان عرصه در همین جنگ من اگر از عرصه جنتل مللی بیرون کرده باشه برای من فرق نداره. سوال مرا جواب ده که یک نفری که در جلسه رحمانوف خودی رحمانوف بلندش کرد گفت که ای فلانی نزد میکروفون بیو، 2 تا ماشین از گجا است، 3 تا خانه از گجا است، پول خارجی از گجا است. وقتی جنایتاش گفت است که از مالکیت دولت جنایت کرده است به مبلغ زیاده از 1 میلیون دلار. بعد از او تا امروز در آزادی و در وظیفه است. برای چی زندان نرفت؟ نفری که مالکیت دولت دزدیده است، بودجه کشور دزدیده است، چرا زندان نشده است؟ این جواب ده. من صلح، ثبات، وحدت یا گفت یا مردم که ویل که کنار بگذار. سوال جواب ده. بیا که ما سوال تا جواب بیا. میدم گوش که بیا. اون نفری که چی کرداری کرده چی جنایتی کرده گوش که هست قانونگذار جوره آها. فهمیدی اینجا هست در دوره صندوق مهری حقوقی او جواب میگه او وظیفه چرا جواب نگفت از آزادی از این مردم؟ در آزادی هست همون نفر. او وظیفه ما نیست که ما او را با وظیفه تو نیست که بیای مرا بگو از کجا مبلغ تو کی اجازه داد که باید مرا سوال تو کی اجازه داد؟ آخه برادر سوال من نه تو از کی اجازه گرفتی وقتی که من معیارای خم داشته باشم، من خوی خم داشته برای تو کی اجازه داد که تو بیای در این منبر میگی تو از کجا مبلغ میری؟ اجازه تا کی گرفتی؟ تو برایم جواب نمیدی که تو برایم جواب نمیدی که تو جواب نداری. تو جواب نداری. ای برادر ای گوش کدا یک دقیقه همه سوال مرا جواب ده. تو من میگم که تو من گپ ندارم. سوال مرا جواب ده. خارج اگجو مبلغ گذاری میشی. من بین دستم صبر کن. بین دستم در یک هفته 6 روز کار میکنم. میفهمی؟ بین دستم کار میکنم. فهمیدی جواب تا گرفتی؟ تو با همین دستا دیگه 6 روز کار کنی. قسم به خدا کار میکنم. قسم به خدا کار میکنم. بستو در اینستاگرام و در من بس مبارزه من به خاطر رکلام نیست که من بگم گم من در کارم من قسم به خدا کار میکنم. جواب تا گرفتی؟ جواب تا گرفتی یا که نه؟ همین چشمات معلومه که در خاک سلامت باشی. تشکر زیاد. بخیره دیگه. مردک نبود هستیم. برای ما اسلوه میگذاری. من برای شما اسلوه هم میمونم. من برای شما اجازت هم میتم. من برای شما منبر هم میتم. نه که شما عقلی بحث کنی ندارین. از سوال میگریزین 1000 کیلومتر. شکرانه وحدت، صلح، ثبات، آرامی، استقلالیت، این آن و را بر درم پیچون در یک ورق درم سری رحمانوف بزن. برای من فرقی نداره تو وحدت میگوی، استقلالیت میگوی، صلح میگوی، سازشنامه میگوی، نمیدونم شرطنامه میگوی، کنستیتوسیون میگوی، اسناد میگوی. شما همش تجاوز کردین. خود شما خیانت به کنستیتوسیون کردین، خیانت به صلح کردین، خیانت در سرقانون کردین، خیانت در کودکس و ماده و اسناد و همه از شما تجاوز کرده. من نه. باز چی دوام میکنی؟ ایت برو مدد میگه چی به قدیم بحث کردن نمیتونی. 10 تا دیگه بیاد 10 تا دیگه در یگام سوال جواب دادن نمیتونی. در یگام سوال با فکر من که شما از کدام شرکت پول میگیری با کدام با فکر من که تو دیوانه ای مثال قبول میکنی؟ با فکر من که تو همسنگری ساشا مسکوی قبول میکنی؟ نمیکنی. میگی نه. فکر رول بازی نمیکنه در اینجا. اسناد بیار، فکت بیار، دلیل بیار. بیا با صحبت که در اینجا. با فکر من شما خود از کدام گروه ها نام ندارین. یک رسانه رسمی حکومت میبرد در بین مردم در بین 8-9 میلیون دروغ میگه که صدای مردم 1,200,000 دلار از کشور سیوم پول میگیره. ای شرم نمیکنیم بخیره دو. این 4 تا احمق دیگر میورن میگن که برو تو دفاع که از ما. من یک شهروندی عادی وطن آقا برای کاری عادی کی ده بگه تو را چی با کاری مردکا چی آخه چی کار میکنی در بین مردکا؟